روح و نفس انسان همچون دو پرنده‌ای به هم زنجیر شده هستن که بدون یکدیگر نمیتونن پرواز کنن. روح ذاتاً میل به آسمان داره و از جنس ماده نیست، در حالی که نفس میل به زمین و خواسته‌هاش داره. روح میدونه که نباید جلوی نفس رو برای رسیدن به خواسته‌هاش بگیره، چون بدون اون امکان پرواز و اوج گرفتن نیست. ما نباید خودمون رو گول بزنیم و جلوی خواسته‌های نفسمون رو بگیریم تا در آینده با حسرتی بزرگ روبرو بشیم. ما در دنیایی زندگی میکنیم که اعداد و معادلات به اون حاکمه. همه چیز از جمله رشد، موفقیت و حتی معنویت در بستر این نظم ممکن میشه. پول اهمیت داره اما هدف نهایی ما نیست. ما باید همزمان در مسیر مادیت و معنویت رشد کنیم. نمیتونیم یکی رو بدون دیگری رشد بدیم. اگر مانعی مثل نداشتن امنیت مالی در سر راه ما باشه، دستیابی به آرامش و آگاهی هم سخته. پس مهمه بدونیم در کجای زندگیمون ایستادیم و چه خواسته هایی داریم.